سلام دوستان، خسته نباشید. اومدیم با یه آموزش جدید. خیلی از دوستان میگن که این پایه رو هر چی بالا پایین میکنیم خیلی سبک پارچه رو به حرکت در نمیاره. دوستان ببینید یه مهره اینجا داره. این پیچ رو تا آخر هم که سیف میکنین بازم پایه ضعیفه. این پیچ رو باید بازش کنین، کلا بازش کنین بیاد بیرون. پایه رو میدین بالا. یه فنر زیر این داره. این فنر رو برمیدارین، یه مقدار میکشینش قوی باشه. بعد میذارینش اینجا. بعدی که گذاشتین مهرش میبندین سر جاش. اگه نتونستین ببندین اینو ورش میدارین، این فنر رو فشارش میدین رو به پایین، این آزاد میشه. اینو تا جایی که جا داره سفتش میکنین. زمانی که سفت کردین بعد پایه دیگه به مرور زمان هر چی اینو سفت کنین فنر قوی شده، کار میکنه. اینم دوستان گفته بودن پایه پارچه رو به حرکت در نمیاره. صبحان جون قطعش کن. صبحان جونم قطعش کن.